خاطرات تیمسار آریانپور در یک گفتگو بپردازیم. اجازه بدید یه توضیح بدم. ایشون اولین برنامه‌ای بود که هفته پیش با همدیگه گفتگویی داشتیم در این مورد که من از حضورشون خواهش کردم برای کسانی که برنامه رو ندیدن خیلی کوتاه تا اونجایی که ما پیش رفتیم توضیح بدن چه اتفاقاتی افتاد تا اینکه برنامه رو از همونجا پی بگیریم. فقط یک توضیح دیگه هم خدمت بینندگان عزیز بدم که روش این تلویزیون بوده و هست و من همیشه خودم انتقاد کردم از رسانه هایی رو که به اصطلاح یک نظر رو پرورش میدن، نظر دیگر رو میکوبن. یک رسانه باید فضای بازی باشه که همه نظرها اونجا بتونه انعکاس داشته باشه. مخصوصا من به هیچ وجه همچین هدفی نداشتم نه دارم که با آوردن یک مهمان بخوام یک ایده دیگری رو، یک نظام دیگری رو، یک جریان دیگری رو سرکوب بکنم یا ترور بکنم یا تمام در به اصطلاح ارتباط با مخالفت با اون این برنامه ها رو پی بگیرم. من همچین هدفی ندارم. وقتی از تیمسار آریانپور تقاضا کردم که خاطراتشون رو بگن، ایشون با لطف و محبت قبول کردن و بگم که بعد از تیمسار آریانپور نظرم هست که در این برنامه افراد دیگری تشریف بیارن و خاطرات خودشون رو که حتما خاطرات همه ما با هم دیگه فرق میکنه از دید خودشون و زندگی خودشون با ما در میون بگذارن. خب تیمسار آریانپور، ببخشید که طولانی صحبت کردم، شما اینجا نشسته بودید. تقاضا میکنم که بفرمایید که کوتاه در هفته پیش چه گذشت. با کمال میل. پدر من مهدی آریانپور، مادرم فخر ایران سپهری 16 ساله بود که با پدر من که حتی 21 سال نداشت ازدواج کرد. پس از 9 ماه اولین پسرش که امیر حسین آریانپور که معرف حضور بینندگان هست، جامعه شناس، ادیب، نویسنده، پژوهشگر و مبارز، متاسفانه فوت کرده به دنیا اومد. 2 سال نیم بعد برادر دومم امیر اشرف آریانپور که ایشونم استاد دانشگاه در هنر موسیقی و اپرا و این که الانم در ایران مشغول تدریس، با اینکه 85 سال از سنش گذشته، چون معلم دیگه این ندارن به ایشون اکتفا کرد. سومی من بودم که به فاصله 2 سال و نیم در 1309 به دنیا اومدم. بعد از من یه وقفه حاصل شد. خواهرم که آریان دختر آریانپور 5 سال بعد از من و خواهر دومم که آذر آریانپور 7 سال و نیم بعد به دنیا آمد. پدرم 10 سال اول نمیتونست وارد ادارات دولتی بشه به علت اینکه پدرشو اعدام کرده بودن و او ممنوع کار بود در کارهای دولتی. بعد از 10 سال در سن 27 سالگی ایشون وارد اداره تجارت شد و برای مأموریت به خار و ورامین اعزام گردید. در اونجا من مدتی به مکتب رفتم. 2 برادرم چون بزرگتر بودن به دبستان‌هایی که تازه باز شده بود می‌رفتن. اتفاقی که در خار و ورامین رخ داد توأم شد با زمانی که رضا شاه با رفتن به ترکیه و دیدن زنان بدون حجاب به این فکر افتاد که در ایران هم حجاب برداشته بشه. بنابراین دستور داد که در روز 17 دی 1314 تمام زنان ایران در مراسمی شرکت کنند و بدون حجاب بیان. به مردم دستور دادند که دیگه کلاه پهلوی یک کلاه گردی بود با یک لبه که از اوایلی که رضا شاه هنوز سردار سپه بود دستور داده بود کلاه پهلوی به کار ببرن. شما اون زمان چند سالتون بود؟ من وقتی 1114 5 سالم بود.
ولی یادمه چون مادرم دست منو گرفت، البته مادرم با اکراه حاضر شد چادر و چارقدی که داشت برداره، با اینکه در یک خانواده باسواد تحصیل کرده بود، ولی حجاب بخشی از زندگی اون روز زنان ایران بود. البته در مورد اشتباهی که رضا شاه کرد بعداً خدمتتون خواهم گفت. حجاب بسیار مناسب بود، باید انجام میشد، ولی نه با تحکم، نه اینکه هر کس حجاب بر نداره چادر رو از سرش میگه. باید میگفت هر کس میخواد چادر رو برداره و خود به خود همینم میشد. ولی وقتی به زور کردن، به محضی که رضا شاه از کشور رفت، همه چادرها رو برگردوندن برای دهنکجی بود. به هر حال من اون روز رو یادم، مادرم یک کلاه مسخره‌ای که رفته بودن از کجا تهیه کرده بودن و یه لباسی که تا دم مچ پاش میرسید. اغلب خانوما معلوم بود که این لباس به بدن اینا گریه میکنه. مردارم کلاه پهلوی رو برداشته بودن، شاپو گذاشته، اونم باز بر بدن، بر سر اینها گریه میکرد. به هر حال این کاری بود که من یادمه در 5 سالگی. عکسی هم پدر و مادرم داشتن از اون روز، ولی هرچی گشتم این عکس من متاسفانه پیدا نکردم. خب قبل از اینکه شما ادامه بدین جلو برین، پشت دوربین، قبل از اینکه با هم بیایم جلوی دوربین، گفتید که در زمان کودکستان که هفته پیشم بهش هیچ اشاره‌ای نکردین، الان خدمتتون میگم. خانم ما از خاروبرامین پدرم به استخدام یک کارخونه نخریسی پارچه بافی که در اصفهان بود به نام شاه رضا در اومد، مسئول حسابداری اون کارخونه شد و منو با خودش برد به اصفهان. من در اون موقع در حدود مثلا 6 سالم بود. در اصفهان یک مدرسه رو انگلیسا بنا نهاده بودن به نام بهشتائین و مدرسه بزرگش که شامل دبستان و دبیرستان بود به نام ادب. کیا میتونستن اونجا برن؟ هر کسی که به نحوی با انگلیسا ارتباط داشت یا از رده نسبتاً بالای اهالی اصفهان بود، البته طرفدارای خودشون. ما 2 مدرسه مهم در اون زمان داشتیم. یکی مدرسه امریکایی، کالج امریکایی بود که امریکایی ها بنا نهاده بودن، یکی هم انگلیسا بود که در اصفهان. چند سوال دارم همین. بله. یعنی اینها شعبه های این مدارس در جاهای دیگه هم بود یا فقط در اصفهان بود؟ نه خیر، جای دیگه نداشتن. تنها جایی که انگلیسا دبیرستان، دبستان، کودکستان داشتن در اصفهان بود. چرا اصفهان؟ برای اینکه اصفهان در مجاورت بختیاری ها بود. بختیاری ها رو انگلیس ها در استخدام داشتن که امنیت مناطق نفتی، لوله های نفتی، چاهای نفتی و غیره رو حفظ کنه. به همین علت سهامی به خانهای بختیاری داده بودند و پولی که به اینها بابت اجاره افرادشون پرداخت میکردن باعث شد که کلیه پسرهای بختیاری به خارج برند و تحصیل بکنند. آقای شاپور بختیار یکی از اونهاست، آقای عباس قلی بختیار یکی از اونهاست، آقای تیمور بختیار یکی از اونهاست که با پول انگلیس ها به خارج رفتن، درس خوندن، تحصیل کردند و بعداً شخصیت های بسیار خوبی، اکثرشون، خیلی هاشون هم ببخشید ناجور در اومدن، نمونش تیمور بختیار. به هر حال بختیاری ها اونجا بودن. ضمناً مرکز اصلی ایران در حقیقت در اون زمان اصفهان بود. در رأسش هم کی بود؟ ضل سلطان فردی بود که پسر بزرگ ناصرالدین شاه بود، ولی چون مادرش قجر نبود پادشاه نشده بود و همیشه این با مظفرالدین شاه در حال دشمنی بود
بعداً هم ادعای پادشاهی داشت، ولی به هر حال نوکری مطلق انگلیس ها رو میکرد. انگلیس ها در اونجا مدرسه ساختن و کودکستانی بود به نام بهشت آیین که من و پدرم به دلایلی که تونست منو ببره اونجا گذاشت. برادرم به دبستان میرفتن و یکی از همکلاس های من خانم ثریا اسفندیاری که بعداً شد ملکه ایران بود. خب یه کمی از خاطراتتون مگه چیزی یادتون میاد؟ چون اون سن من خیلی سن کمی هست دختری برای بود بسیار زیبا، دورگه بود، مادرش آلمانی، چشمای آبی ولی موی سبز. آبی سبز، میدونید مثل شجره بود. حالا من با شما سر آبی و سبز با هم دعوا بله نمی‌کنم. البته یادم نیست. ببینید بچه 5-6 ساله درسته، من خودم هم دقیقا نمیدونم این چیزا یادش نمیمونه. درسته دیگه. چیز دختر خاطرتون بسیار. این یکی. دومیش همون بود که گفتم حجاب برداشته شد. از اصفهان ما رو بردن به مشهد. پدرم شد مسئول حسابداری کارخانه نخریسی خسروی که ضمناً برق شهرم میداد. من با اتفاق پدرم در سال 1318 رفتیم به مشهد. دفعه پیش توضیح هم دادید که وقتی اصفهان آمدین با پدر، مادر همراه شما نبود. اونجا پدرم منو مونده بودن، اینجا بله. شما بدون پدرم منو برد. اون 2 تا برادر که بزرگتر بودن پدرم برای کمک به مادرم گذاشته بود که برسن، در صورت اونام سن بالایی نداشتن. و من خوب یادمه که در اصفهان برق نبود و خونه ما آفتابگیر نبود. زمستان ها بسیار سرد بود. از یه گوشه یه ذره نور آفتاب می اومد. ما بچه های کوچیک همه جمع می شدیم اونجا که این نور آفتاب ما رو گرم کنه. مثل الان نیست که بخاری باشه. یه کرسی بود، هممون دور اون می شستیم و دور اون می خوابیدیم، از پدر، مادر، بچه ها همه. و حتی یادم میاد که در مورد اصفهان، در مورد آبهای کثیف و غیر بهداشتی اصفهان هم متاسفانه چون آب زیر زمینی سطحش بالا بود نمیتونستن چاه بکنن. در نتیجه به جای چاه جوبایی ساخته بودن که فاضلاب توی این روونه بود. دیگه اونا رو هفته پیش یه مقداری راجعش توضیح دادیم. کوتاه بگذاریم که به هر حال ما رفتیم مشهد و مشهد من رفتم به دبستان، فکر کنم 4م، 5م، 6م. بعد مادرم به اتفاق 2 برادرم. صبر کنید اینجا سریع نگذنیم تیمسار، چون میخوایم خاطرات شما رو مرور بله بکنیم دیگه. بله. بفرمایید که حالا هوای مشهد چطور بود، تفاوت‌هاش با اصفهان چطور بود، زندگی اونجا چطور بود؟ بهتر بود. اولا وضع پدرم بهتر بود، حقوق پدرم بیشتر بود، بنابراین دست ما بازتر بود. پس میتونم بگم به جایی که هفته 2 روز گوش بخوریم، هفته 3 روز گوش میخوردیم. اینا در نظر بگیرید. زندگی در اون روزها خیلی مشکل بود. همین برنجی که برای ما الان عادی شده، اون موقع شاید هفته 1 بار تو منازل برنج میخوردن. کم بود. قند و شکر کم بود، به این مقدار نبود. لباس اول نزدیک عید که میشد پدر ما رو میبردن یه خیاطی، 1 دست لباس برامون میدوختن، 1 دست کفش میخریدن. ببخشید تیمسار، وقتی ما خودمون اون زمان هم برنج تولید میکردیم، چرا کم بود؟ از نظر درآمد خانواده ها بود که نمیتونستن؟ درآمد که واقعا ناچیز بود. من مطمئنم اون موقع پدرم حقوقش از 90 تومن در ماه کمتر بود. خود من وقتی به استخدام نیرو دریایی در اومدم، به انگلیس رفتیم، تحصیل کردیم، برگشتم تهران، حقوق من 273 تومن بود و این سال 1332 است. یعنی فکر نکنید ما قبل تاریخ بوده. نه، ایران پول نداشت. در هنگامی که رضا شاه در رأس کار بود، به هر حال با مدیریتی که در وجودش بود وادار کرده بود همه مالیات بدن و با اون پول مالیات چرخ
اقتصاد کشور رو میگردوند و خیلی کارهای مفیدم انجام داد. جاده سازی تا حدی کرد، کارخونه ایجاد کرد، غیره غیره غیره. تیمسار، من یه سوالم از شما اینجا بکنم. اول اینکه خواهش میکنم سریع نریم یه دفعه، چون من هفته پیشم تو برنامه گفتم، یعنی علاقه‌مند هستم که خاطرات شما رو که مرور میکنیم شرایط اون موقع کشور رو همونم لحاظ همین اقتصادی اجتماعی و شما به درستی دارین دنبال میکنین. همین که میفرمایید که رضا شاه خیلی کارهای خوبی هم انجام داد، اینطور که من میدونم و خوندم اینه که دور ایشون هم یه حلقه از آدمهای دلسوز و به اصطلاح برای زمان خودشون متفکری بودن که برنامه ها و طرحهایی هم میدادن که این کارها انجام بشه. درسته؟ کاملا. ببینید، در وطن پرستی رضا شاه نمیشه شک و تردید داشت. درسته رضا شاه به کمک انگلیس ها اومد سر کار. نه، من سوالم یه چیز دیگه ای بود، در اون افرادی که داشتن. عرض میکنم رضا شاه یک آدم ملی بود و سعی میکرد از کسانی که اطرافشن که فهم و شعور به مراتب بیشتری از خودش دارن استفاده کنه. من اینطور که تحقیق کردم و شنیدم، ایشون تعدادی رو در هر هفته جمع میکرد و به ایشون اطلاعات خوب میدادن، نه اینکه بیان چغلی بکنن یا از این بد بگن یا ناراحتی ایجاد کنن. می اومدن چیزهای خوب رو به اطلاع رضا شاه میرسوندن. یکیش همین. وقتی میگین چیزهای خوب یعنی چیزهای درست یا چیزهای خوب؟ چون چیزهای خوب با چیزهای درست فرق میکنه. چیزهای درست. ببینید، ما اون موقع دولت مردای قدیمی دلسوز داشتیم که واقعا میخواستن خدمت کنن. در عین حال یه عده‌ای فرصت طلب داشتیم که متاسفانه الانم تو این منطقه خودمون فرصت طلبا میچربن به اون آدمایی که درست فکر میکنن. همیشه اینا بودن. دور محمد رضا شاه هم فرصت طلبا گرفتن به خاک سیاه، اونو رسوندن، مارم به دنبال خودش به خاک سیاه نشون. رضا شاه اشتباهات فراوانی کرد ولی کارهای مفیدی هم کرد. در نظر بگیرید رضا شاه در یک طویلیه بزرگ شده بود، دیدش واقعا محدود بود ولی این مرد بزرگ فکر میکرد. برخلاف اون محیطی که درش پرورش یافته بود، دید بسیار بزرگتری داشت. وقتی میره ترکیه پیشرفت‌های اونا رو میبینه، آنن به فکر میفته که بیاد پیاده کنه. اگر اطرافیان خوب داشت بهش یاد میدادن اعلیحضرت قبل از اینکه حجاب و برداری به مردم بفهمون چرا برداشتن حجاب ضروریه، به زور این کار رو انجام نده. کارهای بدی هم که در زمان رضا شاه شد، مطمئنم خیلی شد رضا شاه نمیدونست. میدونید یک فرد، من خودم در یک موقعیت نسبتاً بالایی در کشور بودم، 5000 تا عواب جمعی زیر دستم. حالا زود رفتیم بالا دیگه. نه خب بفرمایید. منظورم اینه، نمیدونه اونی که در بالاست چه میگذاره. این اطرافیان که بایستی دست او رو بگیرن، هدایتش کنن، راهنماییش کنن، نذارن کار خطا. حالا برمیگردیم به مشهد بودیم. بله. من تفاوت‌هایی داشتیم سوال می‌کردیم. بله. مشهد خیلی شهر مدرنی بود، تمیز بود، خیابون‌های بسیار قشنگ داشت. اون زمانم مذهبی بودن مردم اونجا؟ خیلی مذهبی، ولی یکی از غنی‌ترین شهرهای ایران بود. پولی که ملت وقتی می اومدن به زیارت امام رضا و از سوراخ زری به داخل می ریختن، به قدری زیاد بود که با اون می شد یک استان رو اداره کرد. بیشتر کسایی هم که در مشهد زندگی کرده بودن، پس از مرگشون املاک خودشون رو وقف امام رضا کرده بودن. در نتیجه 75% اون شهر متعلق به امام رضا بود، ولی یک نایب الدولیه‌ای داشتن
که مسئول هزینه اینها بود. بنابراین یکی از شهرهای پیشرفته ایران در آن زمان مشهد بود. خب این پولا رو اون وقت برای چی استفاده میکردن؟ برای کارهای خوب در مشهد. توجه میکنید؟ و شاید یکی از اولین کارخانه های قندی که در ایران به وجود اومد در مشهد بود. با همین بودجه؟ با همین بودجه و کارخانه های دیگه ای. الان هم که فکر میکنید یکی از بزرگترین شهرهای ایران بعد از تهران مشهده. من حالا میخوام خواهش کنم شما بله. یکمی چایتون هم میل بکنی که خستم نه نشی. این خواهش خوبه، میکنم. با کمال میل. به هر حال من به دبیرستان رفتم اونجا. ما سال 1118 رفتیم به مشهد و دبیرستان رو شروع کردم. بعد از یه سال و اندیش جنگ بین المللی شروع شد و متاسفانه یک سال بعدش بدون اطلاع روس و انگلیس به ایران حمله کرد. خب صبر کنید. اون زمان که به اصطلاح جنگ شروع شد، شرایط شهر و اثرش روی مردم و خانواده و اینا چی بود؟ اصلا مردم نه رادیویی در اون زمان بود نه تلویزیونی بود. یعنی هیچ کس خبر نداشت که خبر نداشت. اصلا ما نمیدونستیم اروپا کجاست. مردم خبرها رو اون زمان از چه طریقی هیچی، می‌گرفت؟ از مسجد. یعنی حتی نشریه‌ای چیزی هم در اونجا نه به اون صورت بود، ولی فرض کنید تعداد تیراژش 500 تا بود. اونم اشخاصی که از قبل آبونمان داده بودن و این براشون میرفت. و نشریه دولتی بود؟ نه خیر، مردم اداره میکردن. دولتی ما فقط در تهران یه روزنامه دولتی داشتیم که چیزای رسمی کشور رو در اون درج میکردن. پس این جالبه، یعنی این نشریه رو مردم توی مشهد در مردم در اسمش یادتون من هست؟ یادم نیست ولی شاید پیدا کنم. ممنون میشم حالا اگه دفعه بعد. اون وقت پس مردم خبر نداشتن یه جنگ جهانی اصلا ما اتفاق. اطلاعی نداشتیم که چیزه. پدر من اون موقع یک رادیو گیر آورده بود. از این رادیوهایی بود که یک باتری اتومبیل رو همراه خودش حمل میکردیم و این شبا میشست به رادیوی آلمان گوش میداد. خب صبر کنید، چه تعداد از مردم اون زمان احتمالاً دسترسی به این رادیو داشتن؟ 5 نفر فرض کنید در که تمام شهر مشهد. دقیقاً همون زمانی بود که روسا اومدن دنبال روسا. صبر کنیم، داشتیم میگفتین پدر، من حرف شما رو قطع کردم، به رادیو آلمان گوش میداد و اون شبها با بدبختی البته پارازیت زیاد بود و نمیدونم امکانات اینجور نبود. یه صدایی می اومد و یه آقایی بود ایرانی که رفته بود آلمان، من الان اسمش دقیقاً یادم نیست، و این طرفدار آلمان بود و دائما اخبار رو به فارسی میداد، فتوحات آلمان رو شرح میداد و بعداً ما پی بردیم بیشتر این فتوحات دروغ بوده. یعنی برای رادیوی آلمانی کار میکردن. بله، ولی آلمان از طریق تبلیغاتش به دنیا وانمود کرده بود که فاتح همه جهانه. اینو بهش میگن تبلیغات گوبلزی اگر خاطرتون باشه. به هر حال پدرم اینو میشنید، گاهی هم برای ماها میگفت. ما در این عوالم نبودیم که بفهمیم چه میگذره تو دنیا، اصلا نمیدونستیم دنیایی هم هست. ما تو اون محدوده خودمون نوک دماغ خودمونم شاید نمیدیدیم. خب اون وقت حالا من میخوام علاوه خانواده نوع زندگی رو هم بدونم. یعنی پدر که مثلا از سر کار می آمدن چی میشد؟ نه تلویزیونی بود نه رادیویی، بچه ها میشستن با هم صحبت میکردن، چه اتفاقاتی تو خونه میافتاد؟ ببینید روز میرفتیم دبستان یا دبیرستان. خب برادرم بزرگتر بود 5 سال، اون میرفت مدرسه‌ای بود به نام شاه رضا، خیلی خوب. 2 مدرسه مشهد داشت که واقعا نمونه بود، یکی شاه رضا بود یکیش فردوسی. هر دوی اینها در زمان رضا شاه ساخته شده بود و فقط یه خانه نبود، یه مدرسه بود، سالن داشت، میدان ورزش داشت، امکانات داشت. یعنی یه چیز اصولی ساخته بودن. برادرم شاه رضا میرفت، من و این یکی برادرم فردوسی میرفتیم چون نزدیکتر به منزل بود.
و هم کلاسایی داشتیم که من خیلی هاشون رو بعداً دیدم، خیلی هاشون هم به مقام های بالا رسیدن. مدرسه های خوبی بود چیزی. وقتی هم برمیگشتیم خب یا بازی میکردیم با پسرم موها، چون پسرم موهامونم آمده بودن مشهد، هم سن و سال ما بودن، و بعدم شام میخوردیم ساعت 7 شب 8 میخوابیدیم. فکر نکنید تا 12 میشستیم. اولا برق نبود به اون صورت. از چی استفاده میکنن؟ چراغای موشی بهش میگن؟ نخیر. اینطوری پمپ میزدن؟ نخیر، اون خیلی بعد اومد. اون موقع چراغایی بود که لوله لامپا داشت، لامپا بهش میگفتیم، فتیله داشت، میچرخوندید و میومد. یه مقدار شمع همیشه تو خونه بود. واقعا نور به اون صورت نبود. این بود که 8 شب هممون خواب بودیم، ولی از اونور صبح زود بلند میشدیم. خب 2 سوال اینجا ازتون دارم. تو اون مدرسه‌ای که انگلیسا اداره میکردن تو اصفهان بودین، ادب، مدرسه ادب اصلش بود. بهشت آیین کودکستانش خب بود. این مدرسه روی شخص شما چه اثری گذاشت؟ مثلا تفاوت این مدرسه با مدرسه های عادی چی بود؟ اثرش چی بود رو شما؟ این بود که من چون قبلا تو خار و ورامین مکتب رفته بودم، با یک مکتبچی بد اخلاق، بد بوی، بد عنق، اونجا خانوما درس میدادن، مهربون بودن، خانمایی بودن که لباس ننی داشتن، میدونید، یعنی از لحاظ دینی یه حس بهشون نن میگن. بله. نمیدونم فارسی چی. راهبه. مهربون بودن، هیچ وقت دست بلند نمی کردن، کلمه بد ادا نمی کردن. تعالیم مذهبی هم می دادن؟ سعی می کردن، ولی ما اون موقع شعوری نداشتیم که بفهمیم این چی میگه. میدونید، البته بعداً من میدونم در دبستانشون و دبیرستانشون یکی از شرایطش این بود بچه ها باید مسیحی بشن. بعداً باید بشن که اینو ادامه. آقای جردن که رئیس مدرسه امریکایی بود، اونم از طریق یک میسیون دینی هزینه‌ش رو تأمین کرده بودن، اومده بود. هدف اولیه همه اینها استقرار دین مسیح بود. یعنی اینا میخواستن تبلیغ بکنن. ببینید، خب حالا بفرمایید. خواهش میکنم شما بفرمایید. این مدارس هم در شمال ایران، یعنی در آذربایجان ساخته بودن که هنوزم بازماندهش هست. خب من از شما پرسیدم مدارس دیگه ای هم بود، شما گفتین نه. در آذربایجان بوده، ولی من اطلاعی به اون صورت نداشتم. اینایی که من شاهدش بودم این بود. بنابراین اونی که فرمودید بله، تبلیغ دینی هم میکردن. خب تیمسار، تو مشهد که مدرسه میرفتین، میخوام از اون زمان بدونم که وقتی با همکلاسی ها بازی میکردین، چون به نظر میاد که بعضی از کسانی که به اصطلاح دین اسلام نداشتن، میگن کلیمی بودن یا بهایی بودن یا ادیان دیگه داشتن، میگن که تو مدرسه اذیت و آزار میشدن. من شخصا تو زمان سنی خودم که مدرسه رفتم، چه دبستان چه دبیرستان، من هیچ یک نمونم من ندیدم. بنابراین من مطمئنم که من تنها کس نیستم، این اتفاقات میافتاده. بنابراین میخوام از شما بپرسم زمان دوران شما چطور بوده؟ روی نقطه حساسی. اصلا ما کوچکترین فکری که این بهاییه، این کلیمیه، این ارمنیه نمی کردیم. یعنی من خیلی از دوستام کلیمی بودن، خیلی از دوستام ارمنی بودن، اصلا برامون مطرح نبود. یعنی برای من نوعی مطرح نبود که دین اون چی، من چی کار دارم. من فقط او رو به عنوان فردی که من میشناسمش قبولش داشتم، من به دینش کاری نداشتم. و شما افرادی از اون زمان، چه از اصفهان چه از مشهد، هستن که دوستیشون تا الان با شما ادامه پیدا کرده؟ بله. بفرمایید اگه میشه اسمش. 2 تا
پدرشون شخصی بود به نام میرطلویی، رئیس شهربانی مشهد بود. دو پسرش که یکی بزرگتر بود ولی رد شد، با برادره هم کلاس شد و دوتایی با من هم کلاس بودن. یکی اسمش عباس بود، یکی هم حسام. و اینها رو من هنوز هم، البته متاسفانه عباس الان آلزایمر گرفته، در کالیفرنیاست دیگه، هیچ کس رو نمی. حسام در ایتالیاست، برای اینکه مردی بود زنباز، خوش قیافه، بسیار خوشگل بود. یعنی زنباز از بچگی شما زنبازی رو در ایشون میدیدی؟ اصلا استثنایی بود، درست مثل یک مووی استار بود. یعنی خانواده خوشگلی بودن. دو تا خواهر داشت، یکی زابل بود یکی سرور. من اینا رو از بچگی میگم. واقعا خوشگل بودن یعنی یه چیزی بودن. و این در ایتالیا عاشق یه زنی میشه، اون یه بایفرندی داشته، این از عصبانیت میره بایفرنده رو میکشه و میگیرنش، قتل میکنه. این یکی از دوستای من بود. بله. الان که تو زندان نیستن که؟ الانم اروپاست ولی نمیدونم چه کار میکنه. ولی میدونم چندین سال طولانی در زندان ایتالیا. خب گفتید که سال بعد انگلیس ها و روس ها به کشورمون اومد. بله. تو شهرستان ها هم شما مشاهده میکردین یا فقط مسئله تهران بود؟ نه خیر، ما مشهد بودیم. میدونم، میگم اونجا هم میدیدین بله. حضورشون رو؟ روسا که خونه ما اینجا بود، سربازخونه اون ور خیابون، یه سربازخونه بزرگه که زمان رضا شاه ساخته شده. ما اون روز صبح که طیاره های روسی رو دیدیم که اومدن بالای مشهد و البته بم نمینداختن بلکه کاغذ اعلامیه میفرستادن. چی بود اعلامیه؟ اعلامیهش علیه رضا شاه بود. اعلامیهش علیه آلمان ها بود که آلمان ها هدفشون اینه که ایران رو مستعمره کنن. ما اومدیم که شما رو نجات بدیم. ناراحتیشون رضا شاه در حقیقت این بود که رابطه خوبی با آلمان داشت دیگه رضا شاه، نه؟ این ببینید عین الان که دارن موضوع نیروگاه اتمی رو دستمال چیش میکنن، عثمانش میکنن و این بلاها رو داره غرب بر سر ایران میاره که ایران داره بمب اتم میسازه. اون موقع عین همین کارو در مورد آلمانی هایی که در ایران بودن که بنابر بررسی هایی که کردم هیچ وقت تعدادش از 3000 نفر بیشتر نبود و اکثر اینها مهندس و تکنیسیان بودن. جاده می ساختن، راه هم می ساختن، کارخونه می ساختن، ذوب آهن رو داشتن درست می کردن و کارهای اونطوری به صورت جاسوسی. البته من شعوری اون موقع نداشتم که بفهمم، ولی اینها مشغول خدمت به ایران بودن نه جاسوسی. گفتن اینا اومدن و اینجا ستون پنجم تشکیل دادن، هدفشون اینه که ایران رو علیه متفقین کنن و به طرف هندوستان برن و هندوستان رو فتح کنن. این حرفی بود. روسا که اومدن پدر من ناراحت شد، به مادرم گفت باید از شهر خارج شید، اینا میان بمباران میکنن، اینا بلشویکن، الان بلند تجاوز میکنن فلان، از این حرفایی که همه جا رسمه. ما رو روونه کردن پای پیاده، برادر و خواهر و حالا 5 تا خواهر برادریم، مادر، عمومم با ما بود، عموی کوچیکم زن نداشت با ما و یک عده دیگه. ما یک ستون شدیم، مثلا 300 نفر مردم پای پیاده از مشهد رفتیم به یه دهی به نام شاندیز بود. الان این شاندیز یکی از بهترین جاهای، بهترین هتل ایران در این شاندیزه. من اینو قشنگ یادمه. رستورانای خیلی خوبی هم اونجا داره. من الان نه. و اون موقع بهترین سیبی که ممکن بود در شاندیز به عمل. یه دهه ما پای پیاده رفتیم و این طیاره های ملخدار روسی می اومد از بالای سر ما، خیلی هم پایین، میخواست ببینه ما نظامی هستیم. وقتی میدید بچه و زن و اینا
بخچه همونم رو سرمونه داریم حمل میکنیم، خیالشون راحت شد. به هر حال من اون روزی که اینها اومدن و اعلامی میفرستادن، افراد نظامی که جلوی ما بودیم که اسلحه‌شون رو انداخته بودن، پا به فرار میذاشتن، کلاه و یونیفرمشون رو کنده بودن که شناخته نشده بودن، هیچ وقت از یادم نمیره. یعنی اینها رو رضا شاه برای این تربیت کرده بود که از مرز و بوم ایران دفاع کنه، نه اینکه فرار کنه. من اینو با چشم خودم دیدم. البته 50 سال بعدش در سال 57 عین همین رو در تهران دیدم. یه سربازخونه در عباس آباد بود، نمیدونم یادتونه؟ بله میدونم. و من و زنم داشتیم از تو شمرون عباس آباد نبود، جاده شمرون اون طرف خیابون عباس آباد. بله. با ماشین می اومدیم. همون روزی بود که گفتن حکومت نظامی از ساعت 4 بعد از ظهر برید زودتر خونه هاتون. ما داشتیم برمیگشتیم، دیدیم مردم از توی این سربازخونه میان، یکی 10 تا مسلسل رو شونشه، یکی صندوق مهمات رو شونشه، یکی یه تفنگ دستشه دارن. به ما میگفتن برید وردارید دیگه. یعنی من تعجب کردم، چون برابر دستورالعملی که ما در ارتش داشتیم هیچ وقت اسلحه رو با مهماتش در یه نقطه نمیذاشتیم. اسلحه یه جا بود، مهمات در جای دیگه. چطور اون روز مردم میتونستن اسلحه و مهمات رو با هم به دست بیارن، برای من یه معماست. ببخشید ما از موضوع خارج شد. نه خواهش میکنم، گاهی وقتی هم بد نیست. به هر حال روسا واقعا ظلم میکردن، واقعا خاربار مردم و تجار رو میرفتن مصادره میکردن، دیناری هم پول نمیدادن، زورگویی میکردن، سالداتاشون یعنی سربازاشون هم تجاوز میکردن. من ببخشید تیمسار حرفتون رو قطع میکنم. من مادر روحشون شاد که الان نیستن از تهران میگفتن که سربازهای، الان دقیقا یادم نمیاد، خاطرات خیلی محویه که هم سربازهای روسی هم سربازهای انگلیسی، حالا به چه ترتیب، میگفتن خانوما رو تو خیابونها اذیت و آزار میکردن. یعنی در تایید صحبت شما میخوام من روسا رو چون شاهدش بودم، با اینکه بچه بود، البته بچه نبودم، من در سال شهریور 20 11 سالم بود، یعنی اون موقع درک میکردم خیلی چیزا، ولی میدیدم رفتار زننده ای داشتن. اون وقت همون موقع بود که روس‌ها تعدادی لهستانی رو، بچه های لهستانی رو از لهستان آورده بودن به روسیه و از روسیه از طریق شمال ایران وارد خراسان کردن. در کنار خانه ما یک محل بزرگی بود که اسمش پرورشگاه بود. در حدود شاید 200 تا بچه های انقدری تا 15 ساله لهستانی آورده بودن. چند تا آدم مسن‌تر رسیدگی به کار اینها میکردند. اینها خونه نداشتن، زندگی نداشتن، پدرها و مادراشون رو در جنگ از دست داده بودن. البته روسا ادعا میکردن که آلمانا پدرای اینا رو کشتن، ولی من نمیتونم در این. بعد رئیس اینها که یک مردی بود، چون شنید پدر، من با بچه ها بازی میکردم و یه مقدارم لهستانی یاد گرفتم که مثلا سلامو میگفت جین دوبری، این کلمات رو با هم رد و بدل. و اینها اینقدر گرسنه و تشنه بودن. خونه ما باغ بود، بزرگ بود، غرق درخت های زردالو و میوه و غیره بود. و میدونید متفقینم وقتی اومدن تابستان بود دیگه، 3 شهریور بود، اون موقعی که درخت‌ها غرق میوه و مشهدم مرکز میوه، یعنی بهترین میوهی که در هر جا فکر کنید در مشهد پیدا. من این بچه ها رو تعدادشون رو می آوردم خونه و این بدبخت ها از این میوه ها چون ریخته بود همش هم روی زمین می خوردن. به هر حال دوست می شدیم. رئیس اینا فهمید پدر من رادیو داره و خواهش کرد که شبا بیاد و گوش بده به اخباری که از این رادیو پخش میشه.
دقیقا یادمه اون شبی که این اومد وقتی بود که نخست وزیر لهستان آزاد که با طیاره میرفت یه شهری در روسیه، طیارش سقوط میکنه و فوت میکنه. من در بچگی این هنوز یادمه که این مرد وقتی شنید که نخست وزیرشون کشته شده چه حالی شد، چقدر ناراحتی براش به وجود اومد. به هر حال رفتار روسا بسیار زننده بود. هرچی قند و شکر و مواد خوراکی بود اینا به زور می گرفتن و واقعا ما اون مدت شاید از شهریور 20 تا 1323 اواخرش مشکلات غذایی داشتیم، مشکلات گوش داشتیم، مشکلات امنیتی داشتیم، ولی کاری هم از دستمون بر نمی. و همون زمان مدرسه هم میرفتیم دیگه، یعنی مجبور مدرسه تعطیل بودیم. نشده بود، مدارس باز چرا؟ اوائل همون 7-8 روز اول تعطیل شد، بعد باز شدن، برای اینکه وقتی ایران کنار اومد، اگر خاطرتون باشه ایران یه پیمانی رو با روس و انگلیس امضا کرد و اینها تعهد کردن که 6 ماه پس از پایان جنگ ایران رو تخلیه کنن، که نکردن. انگلیس ها کردن، روس ها نکردن. بله. و باقی البته انگلیس از در میره بیرون، از پنجره میاد تو. روسا اون تجربه سیاسی اونا رو ندارن. خب در و پنجره رو هم برامون یکم توضیح بدین که بله. بعد بریم جلو. و به هر حال نه چطور شد؟ یعنی انگلیس چطور دوباره برگشت؟ شما میگین از در رفتن، از پنجره اومد. عرض میکنم دیگه اونا راهشو داشتن. ببینید انگلیسی برخلاف امریکایی همیشه سعی میکنه با 2-3 نفر در رأس یک کشوری تماس برقرار کنه و از طریق اونها هر کاری میخواد در کشور انجام بدن. نمونهش الان عربستانه، پادشاه عربستان در دست اوناست و از طریق او و ولیعهدش که در حقیقت نخست وزیره هر امری دارن عربستان اجرا میکنه. در زمان خود ما متاسفانه همین بود. از طریق نزدیکی به شاه و احترام بیش از حدی که به شاه میذاشتن، ولی خواسته هاشونو از طرق مختلف به اون دیکته میکردن و او به مرحله اجرا در می آورد. انگلیسا برعکسه، انگلیسا با آدمها در تماسن، از طریق اونها نفوذ میکنن. آدمها اگر 5 تاشون هم مردن 100 تا دیگه شون هستن، ولی اون مقام بالا اگر از بین بره همه چیز امریکایی از بین میره. این اشتباهیه که امریکایی تا به حال کرده، همیشه با بالادست مثل آقای مبارک، مثل آقای مارکوس، مثل آقای آریامهر خودمون، مثل آقای پادشاه عربستان، شیخ کویت، نمیدونم فلانه. همیشه هم دیدیم با رفتن اونها اوضاع بهتر نشد، بدتر شد. ولی انگلیس ها آب زیر کاهن، کار خودشونو میکنن، با پنبه سر میبرن، ولی نتایج که میخوان بگیرن همیشه گرفتن. اروپا الان در وضع اقتصادی بده، ولی آیا انگلیس وضع اقتصادی بده؟ وقتی اینا خواستن متحد بشن، یک واحد پولی داشته باشن، انگلیس زیر بار نرفته که الانم خیلی قرص و محکم. هیچ وقتم نشنیدیم که ارزش پوند انگلیسی اومده پایین، باقی مونده. چطور میتونه یه جزیره کوچکی که حتی نمیتونه تامین غذایی خودشو بکنه آقایی دنیا رو داره میکنه؟ برای من تعجب آور. البته دیگه به اون صورت آقایی هم نمیتونه بکنه دیگه. هنوزم میکنه، هنوزم که کمپانی های مهم دنیا در دست انگلیس هست و از کجا خودشو تامین میکنه؟ اینداستری که به اون صورت نداره. چه چیزه، چه جنسی در امریکا میبینید که نوشته باشه مید این انگلند؟ تا حالا دیدید؟ من دیدم خیلی کمه. ببینید یه دونه جگوار داره که اونم خراب بود، امریکا خریدش، تغییراتی بهش داد، رو آوردش، ولی خودش
البته رولز رویس داره، نمیدونم فلان داره. خب تیمسار جان برگردیم به خاطرات بریم شما. به هنوز خودم. تو مشهدیم. بله، ما از مشهد اومدین شاندیز. اومدیم و بعد از مدتی دیدیم که امنه و میشه برگشت. پدرمون ماها رو برگردوند. وقتی برگشت رئیس کارخونه فردی بود به نام کفایی، از ترس روسا، چون پدرش هم آخوند بود، حالا چه چیزی بود، از مشهد در رفت. خود کارگرای کارخونه و کارمنداش تصمیم گرفتن پدر منو بکنن رئیس کارخانه. حالا روی چه چیزی نمیدونم. بنابراین ایشون در سال 20 رئیس شد و تا سال 1324 رئیس اون کارخونه بود. در اون موقع استاندار مشهد آقایی بود به نام رام، حتما شنیدید. بعدن هم وزیر شد، شخص بسیار مهمی بود. پسر ایشون اون شخصیه که بانکی که متعلق به محمد رضا شاه پهلوی بود مسئولش بود. اگر خاطرتون باشه یه بانکی به نام بنیاد پهلوی بود. بانک الان بهتون عرض میکنم اسمش چیه. ایشون رئیسش بود و حدود 1 سال پیش در همین جام فوت کرد. آدم بسیار بدی بود. با اینکه یه روحشون شاد اقلا بگین. من ببخشید عادت ندارم، همه میگن هر کس مرده باید بهش احترام گذاشت. یه بخششی حالا بگید نظرتون. دو فامیل من بهمن باتمان قلیچ دختر این آقای رام زنشه. بنابراین من بهش نزدیک بودم به بهمن و خیلی هم دوستش دارم، ولی بهمنم حتی پدر زنشو دوست نداشت. یعنی حالا به هر صورت اونجا خودشون حضور بود. نداره که از خودش دفاع بکنه. حالا بله حالا خدا روحشو شاد بکنه اگر روحی باشه. نه منظورم اینه که چون خودشون حضور ندارن، اگه هرچی هم منفی بگیم نیستن که از خودشون دفاع بکنن. البته. خب بله. به هر حال ایشون بود و دختری داشت که این با برادر بزرگ من که در اون زمان در حدود 18-19 سال بود آشنا شد و دلش میخواست که زن برادر من بشه، ولی پدرش نمیخواست به پسر یکی یاقی دخترشو بده. البته کاری نکرد، ولی به هر حال ولی این خانم تا روزی که برادرم زنده بود برادر منو دوست داشت و مدتی هم که پارکینسون داشت بیمار بود در منزل برادرم، این هر روز میرفت و به این برادر من شاید 2 سال میرسید. از اون دوران کوچکی این خانم به این میرسید. بنابراین دختر ایشون انسان بسیار خوبی وفاداری بود. خب شما تا کی مشهد بودید؟ 1334 پدرم. تا شما گفتین 1324 پدرتون رئیس اون بله. بعد ما بودن. منتقل شدیم به تهران. پدرم رفت به استخدام شرکت نفت قم در اومد. اگر یادتون باشه در اون سال در قم نفت پیدا کرده بودن و شروع کردن یک چاه نفت زدن. بعد این چاه نفت به فوران افتاد. خاطرتون نیست؟ من به دنیا نیومده بودم تیمسار، من بعد به قدر این نفت زیاد شد که اونجا یک دریاچه عظیم نفتی درست شد و ایران به هر کسی روی آورد که بیایید این چاهو به طریقی درشو ببندید. یعنی اولین جایی که نفت پیدا شد همین منبعی بود، در قم بود که شد. در قم بود. بله. و به قدری نفتش زیاد بود. بعد بالاخره رفتن بزرگترین کارشناس جلوگیری از فوران نفت رو پیدا کردن. یه فرد به نظرم امریکایی بود. اینو با مبالغ زیادی آوردنش و مدتی کار کرد و اینا. به هر حال اینو بدونید که ما در مرکز ایرانم، یعنی در قم هم
ذخایر نفتی فراوان داریم، هنوزم داریم، دست نخورده. زمان مصدق که اومدن دیگه اینو کردنش جزو شرکت ملی نفت. شرکت ملی مصدقم که رفت و وقتی شرکت ملی شد، کنسرسیوم تصمیم گرفت مطلقاً به این طرف نیاد و فقط نفت جنوب رو استخراج کنن. چراشو من نمیدونم، ولی خدا رو شکر که مونده برای آیندگان ایران یه سرمایه. ما اومدیم تهران و پدرم در اونجا مشغول شد. من رفتم دبیرستان فیروز بهرام. اون موقع 3 تا دبیرستان. این دبیرستان فیروز بهرام خیلی من اسمشو شنیدم. بله. یکی کالج بود، یکی دارالفنون بود، یکی فیروز بهرام. فیروز بهرام و زرتشتی‌ها به وجود آورده بودن. یه کودکستان داشتن، یه دبستان داشتن و یک دبیرستان. همش هم در روبروی خیابان قوام سلطنه، در خیابان نادری کجا بود؟ بله، نادری یادمه. نادری خوب یادمه. یعنی مرکز تهران قشنگترین جاش بود که ما صبح پیاده از خونمون که در اونور سراح شاه بود، بعدن شد چهارراه برای اینکه باز کردن. اگر خاطرتون باشه دانشگاه یه خیابون فروردین بود و خیابون شاه. ما در تلاقی فروردین و شاه بودیم. من خوب یادمه با مادرم نشسته بودیم رادیو گوش میدادیم. تازه مدتی بود که رادیو تهران را افتاده دیگه مردم رادیو داشتن اون زمان. رادیو داشتن، صداشم خوب بود چون محلی بود. لحاظ وضع خورد و خوراک و مالی و اینا مردم بهبود پیدا کرد. خیلی بهبود. امریکایی‌ها در اوایل واقعاً به ایران خدمت کردن. میدونید ما بیماری هایی داشتیم که همگانی بود، مثل مالاریا، مثل تراخم، مثل سل، پولیو. اینا همگانی بود، یعنی خانواده‌ای نبود که به این بیماری ها مبتلا. همه ماها همین الان وقتی ببرن ریه هامون آزمایش کنن لکه سیاه داره. مال سل؟ برای اینکه این میکروب در تمام سطح ایران از قدیم بوده، به خصوص ماها قدیمی ها. اوائل هم که ما اینجا اومدیم داشتیم یه کاری میکردیم، میخواستن آزمایشمون کنن، گفتن شما سل دارید. گفتم والا نیست، ولی بعد که تشریح کردیم گفتن بله در محیطی بودید که این عوالمو روی ریه شما گذاشته. این بیماری هایی بود که واقعا اصل 4 اومد و درمان کرد. اصل 4 هم تعریف کنیم چی بود؟ اصل 4 اصلی بود که امریکا پس از پایان جنگ تصمیم گرفت به کشورهای عقب افتاده کمک کنه و اقتصاد اونها رو بالا بیاره، قدرت خریدشون رو بالا بیاره. وقتی قدرت خرید ما بالا بره، خب از خود امریکا خرید میکنیم دیگه، پس پول دوباره برمیگرده به اونها. این کمکی بود که به ما کردن. خیلی کارها کردن در دانشگاه هامون، در دانشکده هامون اثرهای خوب گذاشتن. کارهای بدم ضمناً کردن، ساواکو به وجود آوردن، ارتش ما رو بی خودی تقویت کردن که نیازی نبود. ما با کس دشمنی نداریم، ارتش برای چی میخوایم؟ دفاع از مرز بوم با یک ارتشی که بخواد تهاجمی باشه 2 تاست. ما موشک و طیاره وقتی میخوایم که بخوایم به یک کشور دیگه ای تهاجم کنیم، ولی برای دفاع خودمون ما توپ و تفنگ مسلسل لازم داریم. توجه میکنید منظورم چیه؟ بله. به هر حال حالا بگذاریم از اونا. خب. اینا انجام شد و وضع بهتر شد، درآمد مردم بالا رفت. ایران شروع کرد به مدرنیزه کردن خودش. خیابونها من یادمه از همون زمانا شروع شد. اون موقع خیابونهای ما اسفالت نبود، سنگ فرش بود. از چه سالی شروع شد اسفالت شده؟ من فکر کنم از سال 1122-23 به بعد تمام خیابونای اصلی ما سنگ فرش بود. سنگ فرش یه سنگایی بود 4 گوش که
دونه دونه با دست اینا رو تراشیده بودن. زمان رضا شاه پهلوی هم تو خیابون گذاشته. کاش که چند تاشو یادگاری نگه می داشتن واقعا. اینجا کردن، اینجا دارن توی الکساندریا. نخه توی واشنگتن دی سی، جورج تاون بری، بله از همون داره. الکساندریا هم همینطور، یکی دو تا خیابون سربالایی داره. این سنگا مونده اینقدر فرانسه هم قشنگه. همینه، پاریس که برید اون سنگ فرش کاش که ما هم نگر می داشتیم. خب ما هیچ چیز قدیمی رو نگر نمیداریم. نمیدونم ما چه دشمنی با چیزهای قدیمی ها داریم. خب تیمسار، انقدر صحبت های شما شیرینه اختیار داریم که تقریبا 1 ساعتمون تموم گذشت شده. بله. ولی یادمون باشه که ادامه صحبت‌های دفعه بعدمون از همینجا که داشت ایران کم کم مدرن میشد. چقدر وقتی که دارید؟ اگر میخواین نفرمایید. 1 ثانیه. خواهش میکنم با کمال میل. یه شعری که حتما. جد بزرگ من بله گفته با کمال میل من براتون میخونم. ببینید این کتابیه که من نوشتم به نام حماسه طغیان، امیر هوشنگ آریانپور، بررسی جنبش نایبیان کاشان. من دفعه قبل عرض کردم که به اینها 1000 گونه تهمت قتل، غارت، تجاوز، بی‌ناموسی، هرچی بگید بستند، ولی با بررسی هایی که از مراکز اسناد امریکایی، فرانسوی، آلمانی و انگلیسی کردم، نشون داد که نه، هیچ یک اینا نبوده و اینها تهمتاییه که انگلیس ها و دست نشانده هاشون در ایران به این اشخاص زدن. حالا من دفعه قبل راجع به پدر بزرگم گفتم ایشون با اینکه یک آدم عامی بوده و شاید یه مدت کوتاهی مکتب رفته بود، فقط خوندن و نوشتن بلد بود، طبع شعرم داشت. این وقتی راجع به تولد خودش میگه یاد دارم که ناخدای زمان زورقم را شبی سپرد به باد، زار و سرگشته آمدم به جهان، مادر دهر لب به خنده گشاد. این راجع به تولد خودش میده. بعد وقتی بزرگ میشه مشکلات رو میبینه، بیان میکنه کسی از من نپرسد حال زارم، کسی روشن نسازد روز تارم، نبینم بر سرم دست نوازش، کسی را نیست با من هیچ سازش. این در اون زمان با مشکلاتی که باش روبرو بوده چنین شعری رو میگه. بعد عرض کردم که اینو برادرش رو دستور ذل سلطان با طناب خفه میکنن، خودش هم میخوان بکشن. این میره به تهران، اونجا این شعر رو میگه: به فرمان مطاع ذل سلطان، که اسمش یادم آرد ظلم سلطان، برادر کشته شد کاشان ویران، ز کاشانم براند آن تخم شیطان. اینو در مورد اون گفته که از آن روزی که در یادم می آید، به حکم شاه ما را خار کردند. بگو با من خدای ما کجای است، که با ما مثل سگ رفتار کردند. ببینید این یه آدم عادیه، ولی از سوز دل، از ته دل اینجا میگه اگرچه من به چاهم و شاه در ماه، من یاغی شرف دارم به 100 شاه، بگیرد بهر خود اموال مردم، بگیرم بهر مردم باج از شاه. این نمیگه من نمیگرفتم، میگه من از اینا میگیرم برای این. اینجا وقتی میره تو زندان و مادر شاه یعنی مهد اولیا اینو میبینه یه جوون خوشگل فلانه، میاردش به حرمسرای خودش و به گفته ایشونو به صیغه خودش در میاره. در مورد اینو گفته: ز چنگال پسر چون در شدم وای،
اسیر جادوی مادر شدم وای، به قصر سنگ باران در فتادم، زن پتیاره را شوهر شدم وای. میگه از دست پسرش راحت شدم. مادر افتاد. حالا اینجا میگه مرا در مهد عزت بار دادند. مهد اولیا رو میگه مهد عزت. درون ارگ دولت کار دادند، ولیکن مردی و گردن فرازی گرفتند و به جایش آر دادند. ببینید یه آدم عادی اینجور: به تهرون گرچه صاحب نام و کامم، جلیس مردم عالی مقامم، نه تهرون خواهم و نه منصب و جاه، کویر و کوه و کاشون را غلامم. که آخرم شما گفتین برگشتن و به همون جایی که بودن و اونجا هم کشتنشون، درسته؟ شما بله، گفتین اونجا کشتنشون. شدم یاغی من از بیداد دولت، که از ظالم ستانم داد ملت. اسیری تو ذلیلی تو به پا خیز، فرو افکن اسیر آباد ملت. ببینید این اسیر آباد ذلت. ببینید این آدم عامی چه افکاری داشته و وقتی اینو دارش زدن 98 سالش بود و قانوناً در قانون اسلام و ایران آدمی که اون سن و ساله نباید دار بزنن. خب تیمسار جان خواهش میکنم خیلی. اولا اینکه من ممنونم شما قبول کردید که این برنامه ها رو پی بگیریم. نه تنها برای خود من خیلی آموزنده است، خیلی چیزا یاد میگیرم، مطمئنم برای بینندگانم همینطوره. پس هفته دیگه چهارشنبه ادامه این گفتگو. خیلی ممنونم از لطفتون، تشکر میکنم. هموطنان عزیزم، همراه با مهمان گرامیم تیمسار امیرهوشنگ آریانپور. من نمیدونم چرا اینقدر یک دفعه دیدم که تصویرمون خیلی تاریک شده، تا حالا متوجه نشده بودم. امیدوارم که توی ویدیوها اینطور نباشه. به هر صورت ازتون خداحافظی میکنم تا فردا ساعت 12:30 و هفته بعد که برنامه گفتگو با تیمسار امیرهوشنگ آریانپور را خواهم داشت. هر کجا که هستید روز و روزگار بر شما خوش.